في هذا الموضوع نتكلم في كلام ابن جرير الطبري. في أي موضوع؟ في أي موضوع؟ هل أنت جاهل؟ نتحدث في صلب هذا الموضوع على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وأنت قلت ابن جرير الطبري يقول غير ذلك. جلجلت عاليا في الأفق صيحة الهباء وانبرت Arsham. Allah subhanahu wa ta'ala vezde, on tak говорит, вы читайте, брат, баракаллаху фикум, тафсир, ты сейчас замолчи, после того не закончим, ты разговариваешь, давай поговорим как нормальные люди. Давай поговорим как нормальные люди. Ибн Джарир ат-Табари говорит, что Аллах субханаху ва тааля истава аля аль-арши фасаввахум. Истава это значит аля вартафаа. А тот, кто не говорит этого, он мубтади, даллю мудиль. И он тоже вот повторил этого в сурате Таха, 5 аят. А теперь я привожу и слова Ибн Джарир ат-Табари. Шейх Ханиф, баракаллаху фик, сюда бикнет, шейх Ханиф сюда бикнет. اسمعني، إمام ابن جرير الطبري ثم استوى فسواهن 7 سماوات. Этот аят из суры Аль-Бакара, он говорит, что استوى приводит это самый علو الشأن ارتفع علو الشأن والملك والسلطان لا علو زكاة لا علو انتقال والزوال هكذا كذا. غلط وكذب وأنت كذاب على كل أمتي محمدية. كذبت. الآن أنا أقرأ لك هذه الآية. اقرأ مرة ثانية من أوله إلى آخره. Слова имама Ибн Джарир ат-Табари. Адил, ты только хотел на арабском, давай говори на арабском. Русский язык плохо говорит. Он не знает арабский язык. Я уже увидел, как он читает. А ты не умеешь арабский? Ты только говоришь, что давай на арабском. Я сейчас вам привожу слова имама Ибн Джарир ат-Табари. Говори на арабском, ты говори. Что? Давай. Я увидел, он как читает арабский язык. А ты хорошо знаешь, да? Давай на арабском. Я не сказал, хорошо знаю. Шейх Абу Мухаммад. По-арабски. Не по-арабски. لا بعربي شو لكن تكلم بالعربية. تعال نتحدث بالعربية. إذا أنت شفت كيف أنا أقرأ باللغة العربية، تعال نتحدث باللغة العربية ونبحث ونناظر. كلم. في أي شيء نتكلم؟ في هذا الموضوع نتكلم في كلام ابن جرير الطبري. في أي موضوع؟ هل أنت جاهل؟ نتحدث في صلب هذا الموضوع على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وأنت قلت ابن جرير الطبري يقول غير ذلك. أثبت ما قلت، وأنا قلت لك كلام. أنا أستدل. كيف أنا أستدل بقول ابن جرير الطبري رضي الله عنه. أين قوله يا جاهل؟ أين قوله؟ في أي صحبة؟ في تفسير في آية 29 أو 29 من سورة البقرة. لا أنت تعرف اللغة العربية. 29 أو 29 29 هكذا قال. أنا قلت هكذا. أنت قلت هكذا. قرب إذا قلت هكذا. 29 أو 29 هكذا أنتم يا جهلاء. أنتم الكفار تتحدثون فوق رؤوسكم. أنتم الكفار. أنتم تكفرون الأمة. أنت الذي كفرتنا. خلاص أنت دع على التكفير. دعنا نقول التكفير. أنت أثبت. أثبت ما قلت. أنت مشرك هكذا قلت. أثبت يا خبيث الكذاب. أنا ما قلت لك حتى الآن. ما قلت لك شيئا إلا أنت كاذب وجاهل. أنت قلت هكذا. خلاص اقرأ الكتاب. لا تفر من الموضوع. لا تخرج عن الموضوع. اقرأ الموضوع. اقرأ كتاب ابن جرير الطبري. افتح واقرأ.
يا جاهل الخبيث، أنت تقرأ كلام ابن جرير الطبري، كلام ابن جرير الطبري الذي هو يذكر كلام لا يقول. اقرأ قوله. نعم ذهب جاهل. انتظر، اقرأ سورة البقرة آية الذي أنا قرأت لك وفسرته لك من كلام ابن جرير الطبري. خلاصة قول ابن جرير الطبري، لا بد أن تقرأ خلاصة قول ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري يذكر هناك أقوال. أنت اسكت يا خبيث، أنت ساكت، أنا أتحدث. أنت فاسق يا خبيث الكذاب، يا خبيث الكذاب، أنا أتحدث، أنت ساكت، لأني سكتتك سكتة لا ترفع صوت بعد هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأني سكتتك سكتة، أخذت سكتتك لأنك كذبت على ابن جرير الطبري. يا كذاب الخائن، يا كافر المشرك. الآن أقول لك يا كافر المشرك والكاذب الخائن. اقرأ. بگیره دین جوهلا همین خلاص کی ابن جرير الطبري در زیر این آیات، ابن جرير الطبري در زیر این آیات یکچند قولهای علما را ذکر میکنند و بعد از این خلاصه سخن را خودشان میگویند و به این قولها رد میزنند. این جاهل خبیث به مانند دیگر اشعری ها قول نقل کرده ابن جرير الطبري را قرائت میکنند، نه قول ابن جرير الطبري را. مثلا ابن تیمیه یک مسئله با اگر صحبت کنند قول یک، قول دو، قول سه، یک چند قول را ذکر میکنند، بعد از این خلاصه را خودشان میگویند. این جاهل باشد قول نقل کرده ابن جرير الطبري که از اهل بدعت نقل کردن یا دیگر قول هایی که ابن جرير الطبري خودشان قبول ندارند همین را ذکر میکنند. اخی برای چی شیخ من برای چی عربی این برای جاهل به کلمه عربی من 50 کلمه میدونم، میدونم من گوش کنم اما چی دین؟ بله حق است برادر. همه اهل بدعت همین قال صوفی برادر عزیز. شیخ حنیف من حالا در کوچه هستم، همین برادر محمد حسن که برادر طالب محمد همین سوره بقره آیت 29 تفسیر ابن جرير الطبري کشویند پایان بیایند و اول المعانی بقول الله جل ثناؤه ثم استوى الى السماء فسواهن. خودم انا اینجا سخن ابن جرير الطبري سخن سر میشه دوام میشه در آیت امیتم فی السماء اذا همین جانی امام طبرانی همین دفعه میگه که هو میگه بولو. بله در وقت جا میگم، لیکن در اینجا انا این خوب است برای اینترنت هم بردنش ممکن برادر عزیزم. عادل تقدر نما قاشتين اولدين ما والقامي وما شئت وشرب قيا بسر اوازنا سماتري وات امام ابن جرير الطبري رضي الله عنه откройте я напишу туда, отправлю в чат. Если не напишите, скажи, где это? Я джахли, где это он сказал? Смотри, где он это сказал? سورة البقرة 29 آيات. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اسكت. изначально читай правильно. Я сказал هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. где неправильно? خوش. где неправильно? где это? В каком тafsире? Это аят из Корана, из суры Аль-Бакара. Вот имам Ибн Джарир ат-Табари пишет в своем тафсире. Идем дальше. Имам Ибн ат-Табари говорит, что ولكن له إقبال تدبير قيل له فكذلك فقل عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. هذا باطل لأنك تقرأ من مولداته يا خبيث يا جهمي. أنت كلام ابن جرير الطبري. خلاص اقرأ من قوله هذه الأقوال الذي يا جاهل، هذه الأقوال الذي يقول ابن جرير الطبري ثم يرد على هذا.
أنت لا تقرأ من أول، اقرأ خلاصة الكلام الذي قال ابن جرير الطبري في وسط الكلام، فقال وأولى المعاني. خلاص يا جاهل اسكت أنا أقرأ لك في مكان آخر تحت هذه الآية. اسكت يا جاهل، اسكت يا جاهل. Смотри, промолчите. يا جاهل اسكت، يا جاهل الخبيث. أنا أبين لك كيف أنت تحرف الآيات، كيف أنت تحرف الآيات. أولا أنت كذبت، ثاني ابن جرير الطبري يقول وأولى المعاني. Это что значит? Давай ты скажи, что значит это. Как ты сказал на братур? Давай переводи. Давай ты сейчас переводи, что значит это. وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه. Ты не кричи, я джахми. Ты скажи. Вот это что значит? Какой ты этот самый? Слова имама Ибн Джарир ат-Табари что означает? اسكت يا جاهل. علو ملكي وسلطان что означает? Скажи, переводи теперь. عليها. Ты переводи меня, я джахиль. Я тебе сейчас объясню. Просто ты не хочешь. Просто ты боишься. Ты просто боишься, потому что... Замолчи, если не боишься. Давай я тебе читаю, ты скажи. Смотри, вор, а других тоже думают, что они воруют. Я тебе сейчас объясню, как ты тахриф делаешь, как ты не понимаешь, как ты джахилюль джахми. Вот тебе давай я читаю, ты переводи сам. Ибн Джарир ат-Табари после того, как ты скажешь, вот все это сказал, и после этого он сказал, я джахми. Он сказал, ва ауля аль-маани би каули Аллахи джалла санауху. Ауля аль-маани, это что значит? Давайте говорить. Сумма става иля самаи фасаввахунна. عليهن وارتفع. اخي ابو محمد یک زبان انتخاب کنه که یا با تاجیکی یا با عربی، این طرف میپره اون طرف میپره، بالاخره نمیفهمی چی میگه. حتی زبان روسی هم خوب نمیدونم. من گوش کردم فقط با چی خاطر من عربی گفتم، برای این گفت که درجه برآمد کفای برادران که عربی نمیدونم. اخی محمد جودو، اخی محمد сам вообще не знаешь, ты просто замолчи. Смотри, слова Ибн Джарир ат-Табари из тафсира. Абу Мухаммад, скажи, я джахиль, я кафир. اسكت يا كافر. Смотри, Абу Мухаммад. Погоди, Ханиф. Эй, мушрик, погоди. Смотри, Абу Мухаммад, слушай меня. Когда муахид говорит, слушай сюда. Выбирай либо арабский, один язык, либо таджикский. Какой язык хорошо ты знаешь? Ты играешь, ты знаешь, здесь отключает. Ты заткнись. Отключайся уже. Абу Мухаммад, скажи одно. Вот скажи одно. Когда муахид говорит, муж... Ты замолчал или нет? Молчишь или нет? Абу Ханифа, что ты кафир. Слышишь? Ты оставь меня. У меня вопрос вот этому, к этому. Который... Ты на каком языке хочешь говорить? Выбирай, чтобы только в арабском. Если ты таджик, русский. На одном языке давай говорить. Почему ты играешь туда-сюда, наконец сам себя оскорбляешь? Ты даже арабский не знаешь, и русского не знаешь, таджикский не знаешь. Узбекча вам гапрамасам bilan chiqin. Onlarga suv bo'lsin. Вообще نمیفهمم با چی زبان گپ میزنه. باید زبان نمیدونه. تو ازبکی هم درست گپ نمیزنه. بله مشکلی داره. طرف میپره. با زبان следи за языком. Если ты знаешь узбекский язык, давай будем общаться на узбекском. Я для тебя не таджик, чтобы знать таджикский язык. Ты не знаешь, ты замолчи. Абу Ханифа aytadi ki O'zbekcha bilasanmi? Yerda yo'inki u kofir, sen kofir. Tushunayapsanmi? Sana Abu Hanifa kofir aytadi. Abu Hanifa rahimulloh senga kofir aytadi. Boring chiqing, o'qing fiqh absat. Boring chiqing Abu Hanifa aytadi, kim aytsa-ki men bilmayman Alloh qayerda, Rabbim qayerda, yerda yoki osmonda. Abu Hanifa Mayqara. Imom Abu Hanifa to'xta endi. O'zbekcha bo'lsa o'zbekcha gapiramiz. Faqat jum turing. O'chirib bilan. Men o'zbekcha kam bilaman. O'zbekcha bilan sana tikka-tikkani chiqaveraman. Shuning uchun damini ur,
o'zbekcha gapirsam o'zbekcha gapamiz. Uqsimu billah. Mana bu itlarga aytgan ovozini o'chirmay tursin. To'xta aytyapman. To'xta. Faqat dalil bilan. Xo'p, sen aytyasanki Alloh subhanahu va taolo hech qayerda yo'q. Zaminda emas, osmonda emas. Abu Hanifa sanga aytadiki, kim shuni aytsa, boring, fiqh absadni o'qing. Shu yerda Imom Tahoviyni aqida Imom Tahoviyda aytadiki, kim aytsaki Alloh yerda osmonda, agar aytsa men bilmayman, faqat kasar, kafarsan. Tushunapsanmi? Endi eslasami yo'qmi? Imom Abu Hanifa o'zining fiqh absadda aytadi. Idza qila laka ayna Alloh, qachonki senga aytsa Alloh qayerda desa, faqala ay Abu Hanifa yuqola lahu. Barodar Hanif, یک لحظه. Abu Muhammad uskut. برادر عزیز حنیف یک لحظه من آوازی جهمی تو را خاموش میکنم. من حالا الحمدلله به خونه رسیدم، صحبت میکنیم. چرا پایان شدی؟ بیا صحبت میکنیم. در همون جدید تبری با ازبکی کم میدونم گپ زدم. برای شو تاجیکی را نمیدونه، نیمکولا روسی هم عربیش هم 50 کلمه میش تمام کرد. 50 کلمه میدونی تمام کرد. از موضوع بیرون شد. من گوش کردم. خاموش. دیگه boshqalar o'zbeklar bolalar chiqqan o'zbeklar. Tamam, mana bola bilan با دلیل shayx agar shuma suhbat qilin, inshaalloh ki muxalal namirasayım. Agar rafti برادر عزیز حنیف برادر از حنیف الله شما را حفظ بکنه. یک لحظه شما همینجا باشید. من مقصدی صحبت کردنی نیستم، زیاد مقصدی صحبت کردن ندارم. من دیگر کارکتی مشغول هستم. من یک 5 دقیقه اگر انسان بر این صحبت کند، بر روسی، عربی، تاجیکی، ازبکی صحبت میکنیم. من وقتی که بر اومدم به گروه، انا همین انسان با برادر ادریس بحث و مناظره میکرد و میگفت که ابن جریر الطبری گفتند که الله سبحانه و تعالی هو الباطن، باطن یعنی ما اقرب منه، از الله دیده هیچ کس نزدیکتر به انسان نیست. همین آیت رو دلیل می آورد و الله در بالا بودنش انکار میکرد و همین نسبت میداد به ابن جریر الطبری. ما اثبات میکنیم که همین سخنش باطل است، دروغ است. در 3 آیت، من این 3 آیت به شما میگویم، کسایی که عربی را میخونید جهمی باشید هم نظر بکنید به همین 3 آیت. سوره طه آیت 5 نظر بکنید که ابن جریر الطبری چی میگه. سوره بقره آیت 29 به نظر بکنید که ابن جریر الطبری چی میگه. و سوره بارک الله فیکم، سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک است، سطر دو ورقی بگیم صفحه دومش به امینتم من فی السماء به زیرش به نظر بکنید که ابن جریر الطبری چی میگه. غیر از این ابن جریر الطبری سخنهای زیاد دارن در کتاب التفسیر فی معالم الدین، لیکن همین 3 کافی است. من سوره بقره آیت 29 رو وقتی که به این خوندم، این جاهل به من میگه که در همین جا ابن جریر الطبری سخنش دیگر است. ببینید مردم، علماهای بزرگ، ابن جریر الطبری یا غیر از ابن جریر الطبری دیگر علما و به خصوص ابن تیمیه رحمه الله اینچنین یک موضوع را اگر وقتی که ذکر کنند، اول اقوالهای باطل یا قولهای مخالف یا قولهایی که صحیح نیست ذکر میکنند. یعنی میگن که گفته شد که الله مقبل به طرف عرش است اما به بالای عرش نبرآمد. گفته شد که این به این است و آن است. اما بعد از این همه، بعد از این که سخنهای اهل یعنی غلط رو میگویند، اهل بدعت رو میگویند، بعد از این میآیند بعد از 6 سخنهای مخالف رو گفتند، بعد از این خلاصه میبرارند و نتیجه رو خودشون میگویند. انا این جاهل نفهمیده است. این جاهل آیت سوره بقره 29 رو در اولاش خونده است. یعنی خلق لكم في الارض جميعا نعم الله سخر لكم القول في تاويل القول ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. قال ابو جعفر اختلفوا في تاويله، اختلاف کردن در تعویل، در تفسیری استوى ثم استوى الى السماء، تفسیر همین به اختلاف کردن. فقال بعضهم، بعضی از مردم گفتند که معنی استوى الى السماء اقبل عليها، اقبال کرد به سوی آسمان. بعضی ها گفتند این معنیش اینه که ابن جریر الطبری گفت.
اقبل علی و الی و بسیار در این بوله گاب زدند و بعد از این گفتن فعزم انی به انهن خرجن من الزجوج و اقبلنا، این گپای گفتند. و قال بعضهم، قبل دوم ذکر کردن، بعضی از انسان‌های دیگر گفتند که لم یکن ذلك من الله جل ذکره بتحول ولكنه بمعنى فعلی. انا همین چیزه که خوند به من، انا همین ازبکی که هولو برمد، انا همین قول خوند. گفت که ابن جریر تبری میگویند که لم یکن من الله جل ذکره بتحول، یعنی استوا تحول، الله حرکت نکرد، از یک جا به دیگر جا انتقال نکرد، تحول نکرد. من میگویم که ای جاهل، این سخن ابن جریر تبری نه، ای جاهل، ای جهمی. ابن جریر تبری سخن اهل بدعت را نقل کرده شدند و میگند و قال بعضهم، قول دوم، قول اول اهل بدعت معنای استوا را اقبال گفتند، اقبل گفتند. قول دوم اهل بدعت لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول ولكنه بمعنى فعل كما تقول كان الخليفة في العراق. وقال بعضهم، قول سيفون، عمد لها بل كل تارك عملا كان فيه. سيون قول، چورم قول. وقال بعضهم الاستواء هو العلو والعلو هو الارتفاع. فهميدين؟ ثم اختلف متأول الاستواء بمعنى العلو والارتفاع في ذلك إلى السماء، فقال بعضهم الذي استوى إلى السماء وعلى عليها هو خالقها ومنشأها. وقال بعضهم بل العالي عليها الدخان الذي جعله الله للأرض السماء. یعنی استوا با معنای استوا کسایی که گفتن که بالا هست، بعد از این با اختلاف کردن. بعضی گفتن استوا معنای بالا رفتن دارد، الله رفت. بعضی گفتن که استوا معنای بالا رفتن را دارد، دخان رفت، نه الله رفت. این سخنهای اهل بدعت را، اهل مخالفت اهل سنت را ابن جریر تبری ذکر کرده شدند. ای جاهلی که کتاب خوانی نمیتوان. اما انکنون سخن ابن جریر تبری میاد. قال ابو جعفر ابن جریر التبري الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها انتهاء شباب الرجل وقوته فيقال إذا صار وميران استقام من الإقبال على شيء يقال استوى فلان على فلان. مئوين و در آخر میگویند که و اول المعانی بقول الله جل ثناؤه، بهترین اولا از همه معنای خوب و بهترینه که مخالف سلف صالح نیست، مخالف قرآن و سنت نیست. بهترین معنا در زیر این آیت الله همین است که در زیر آیت ثم استوى الى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. معنای این آیت چی بوده است؟ ابن جریر میگن که بهترین معنایی که از این همه معناها هست، معنای اهل سنت داده این است که استوى الى السماء فسواهن معناش علی هست، بالا شد الله علیهن، وارتفع بالا شد با یک بار دیگر، فدبرهن بقدرته تدبیر میکند تمام این زمین و آسمان رو به قدرتش و خلق کرد 7 آسمان ها رو. در دوامش میگن که والعجب ممن انکر المعنى المفهوم من کلام العرب. تعجب میکنیم از اون کسانی که انکار میکنند معنای مفهومی فهمای کلام عرب رو و میگن که این کلمه عربی معنا نداره. ما از این تعجب میکنیم. میگن ثم استوى الى السماء، یک کسی که بیاد که معناش معلوم نگن ما تعجب میکنیم، بلکه معنای این آیت میگن الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، معنای علو و ارتفاع داره. الله در بالا آسمان است. و بعد از این رد میزنن به اهل بدعت و میگن قال ابو جعفر وان قال لنا قائل اخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه الى السماء كان قبل خلق السماء ام بعد. همه سوال ها بسونی بعد از این اویسته جواب میگن. پس ای جاهل، چرا از اول خونده به ترتیب خونده نمی آیی اما بعضش میگیری و بعضش نمیگیری؟ و بعد از این بار دیگر میگن و قال بعضهم السماء و ان كانت سماء فوق السماء قال بعضهم. خیلی سخن در این زیر آیت زیاد است، لیکن ما سخن رو ذکر کردیم. بعد از این ابن جریر الطبری در تفسیر سوره طه آیت 5 میگن الرحمن على العرش استوى یقول تعالی ذکره. ابن جریر الطبری گفته الرحمن على عرشه ارتفع و علا. الرحمن الله بر بالای عرشش ارتفاع کرد و علا و بالا شد، یعنی بالا شد برآمد. سبحان الله.
پس انکنون آیت سوم سوره تبارک الملک رو می‌بینیم. امنتم من فی السماء، میگوید ایها الکافرون ان یخسف بكم الارض فاذا هي تمور. امنتم من فی السماء، میگن آیا امین حس میکنید خودتون رو یا امین شدید از اون ذاتی که در بالای آسمان است؟ ابن جریر طبری میگن که و هو الله، الله هستیم میگن در بالای آسمان. نظر کنید به کتاب تفسیر جامع البیان فی تاویل القرآن جلد 27 صفحه 513. انکنون فهمیدید که این خوبسای جهمی معنای آیت رو نمیفهمند. از 3 آیت ما اثبات کردیم: سوره توبه 5، سوره بقره 29، سوره الملک که ابن جریر طبری گفته که معنای استوا الله در بالا بودن است و امنتم من فی السماء این الله است، الله در بالای آسمان است. با همین دروغ بودنی، کذاب بودنی این جهمی ها بیان شد. والله اعلم. مقصد داخل شدن من همین بود. برادر حنیف دوام بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر از شما صحبت کنیم برافت. من فقط در آمدم که برادر محمد الله یسنا از میشه برادر خوب ایدا میشنا گوش منوای چه بگا وای برام برآمدم، اگر نه من در راه بودم که نشما ما الحمدلله خوب شد. وای ادعا من در همه جا با عربی ابو محمد خطی صحبت منم با این خلیق چند بار گفته ثابت. من گفتم که اول روز شوا با کسی بخوای میکنی یا با صحبت کنیم با ورسی گریش این دین باشه. اصلا دیگه از کی وای فکر من نمیدونم. هم خیلی وای من با همون زبون خفام گپ میزنم با همیا چنین میدونی، لیکن گپ دسری است که این بیچاره فکر منه که ما عربی نمیدونیم. اومده است میگه که شما عربی میدونید. اخی محمد الله یشکر عربی را خیلی خوب میدونه، لیکن از مهربانی استفاده برام داره. بله به این چنین جهمی ها مهربانی کردن نمیشود، زیرا که خیلی که برادر حنیف گفتن این یکم بر نیست. اینها میشه خیلی میکرد، اینها به جواب برام خیلی دوده میشود. من هم قطعی کمی عربی گپ زد، بعد روسی بگذاشت دیگه عربی گپ نمیزنه، در عربی گپ نمیزنه. من قرائت دیگه دیدم میگه خودش در وقت قرائت کردن اینقدر در نحوش خطاگی وجود دارد که ما هم کمی اهمیت ندادیم، مالش موضوع پیش بریم گفتیم. یک دو مسئله به که کمی دو سه سوال دادم تمام بر روسی گشت. تمام بفرمایید برادر محمد بفرمایید. بارک الله فیک. امین برادر بارک الله فیکم. می‌خواستم همین قول ضحاک رو تفسیر کنه تو این خبیث مقصد من قطعی نکم کمتر صحبت کردم. گوش کنم می‌خواستم که همین رو تفسیر کنه که وقتی امام ضحاک همین آیاتی که ما یکون من نجوا ثلاثه الى رابعهم چی گفت و هو على عرشی و علمه معهم، یعنی می‌خواستم همین رو چیکار کنه این تفسیر کنه خبیث نکرد از همه اینها این قول بالا هست. از همه مثلا امام طبری مثلا بگیم این قول با ما اول ذکر که می‌خواستم قطعی همین صحبت کنم که یعنی الله بالا بر عرش است اما علمش به همراهی مردم است، مذهبشون باطلش نخواستی را صحبت کنه. این طرف او صحبت این طرف مقصد اون کمتر صحبت کنم گوش کنم تو که من سوالش کنم جواب بدیم. وای خبیث کلام میکنه گوش نمیکنه این رو. بله درست. من شما رو گوش کردم. شما بهترین طرز بحث مناظره شما به مانند یک بگویم اهل سنت و الجماعه به مانند اهل سنت و اهل سنت است. یعنی یک کسی که کمی عقل دارد، یک کسی که کمی شرم دارد، یک کسی که کمی مرد است، یک کسی که شرمنده نیست، وقتی شما وقتی که به طرزی که شما صحبت کردید میفهمد. اما یک کسی که متهم است، یک کسی که خائن است و کذاب است و فریبگر است به مانند جهمی ها، اشعری، ماتریدی کفار هستند، اینها 100% نمیخواهند به همون جایی که شما میخواهید روید نمیخواهند. اینها میخواهند به موضوع کجایی که خواهند اینها صحبت بکنند. اما ما هم باکی ندارد، ما هم جای ترسی ندارد. ابن جریر طبری را صحبت کرد، ابن جریر طبری میانش رو شکست. ابن جریر طبری را همون آیتی رو گفته شده است که در مسئله الله در بالا بودنش هیچ ربطی ندارد، در دیگر مسئله است، الظاهر و الباطن است. لیکن این خبیث سوره بقره 29 ماند، سوره طه را ماند، 5 را سوره ملک ماند و دیگر سوره ها را ماند که ابن جریر طبری آشکار واضح گفت زده هستند. دیگر آیتی که به دیگر موضوع هست الظاهر و الباطن برافته است. باطن همین خیلی میگه که ما اقرب منه، از الله دیده یگان کسی نزدیکتر به انسان نیست. بله ما این کار نمیکنیم. الله در بالای عرشش است، به علمش و قدرتش از ما به ما نزدیکتر است. برادر تمیم صحبت بکنید. بارک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینجا اعتبارا نام او را 25 میمونه. تمام دیگه 25. حیاک الله اخی.
سبحان الله. ما همین برادرها رو میگم با همین ادونیستان عربی ما هم 2 نفر دیگه بود، 3 نفر یک جا بودیم، یک فلسطینی و یک دمشقی، 3 نفر نشستگیم. خیلی خندیدم برای گپ گفتگیش. 25 میگه و چی گپی 25. الله بارك فيكم برادر عزیزم. الله سبحانه و تعالی این جهمی ها را هدایت بکند. از کدام علمای اهل سنت اینها صحبت بکنند در همون مسئله خیانت میکنند. ما راضی هستیم که در بالای ابن جریر الطبری صحبت بکنیم. نحن راضي أن نتحدث في هذا الموضوع من ابن جرير الطبري، من كلام ابن جرير الطبري، ولكن في هذا الموضوع آيات معروف وكلام ابن جرير الطبري معروف ومكتوب. تعال نقرأ كلام ابن جرير الطبري ونحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبكلام سلف الأمة. أما هذه الجهلاء، هذه الجهلاء الجهمي يقرأ كلام ابن جرير الطبري من مكان آخر، من آيات المتشابهات، من موضوع آخر. هو يقرأ كلام ابن جرير الطبري من تحت هو الظاهر والباطن، ولا يقرأ كلام ابن جرير الطبري من سورة الطه، ولا من سورة البقرة، ولا من سورة الملك. يعني سخنهای ابن جریر الطبری در زیر آیات‌هایی که الرحمن علی العرش استوى هست یا آمنتم من فی السماء است، آشکار و واضح است الله در بالا است، معناش علی و ارتفاع است. اینا نمیخوانند. این ما یک قاعده گذاشته بودیم که هر وقتی که بحث و مناظره با اهل بدعت می شود همچنین یک خلاصه میبریم. خلاصه امروزه ما در 1 دقیقه همین است که یک مرتبه دیگر اهل بدعت رو شناختید. چی بودند؟ کی بودند؟ چیکار میکردند؟ در یک موضوع آیت آشکار و واضح رو، سخن آشکار و واضح مفسرین رو نمی گرفتند. در این موضوع رفته دیگر آیت هایی که به دیگر موضوع تعلق دارد و سخن های علمایی که به دیگر موضوع تعلق دارد قرائت میکردند. این دلالت میکند به دروغگو بودنشون، خائن بودنشون و منحرف و باطل بودنشون. بارک الله فیکم برادر عزیزم تمیم محمد و دیگه برادرها صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک چیز دیگه قید بکنم. استاد رفتن این قطعه مو استاد زندیقش ازبکستان دارالاسلام میدونن. این شوکت میرزایف ملحده اولوالامر میدونن. شیخ اگر همجا باشی بشنوین. میرزایف این اولوالامر میدونن. این وقتای پیش 2-3 ماه پیش همه وقتای رمضان دم بیفتی. برادر عزیز من رفتم لیکن صدای شما را شنیدم که میگید همین ها هستند که این شوکت میرزایف پرزیدنت ازبکستان یک طاغوتی. بله دارالاسلام میدونن. این میرزایف اولوالامر میدونن استاد. بله اچه نواره استادش در چی هست در یوتیوب هم زندقی که ابرار مختار علی اینو از همین جماعت مختار امنو است. بله بله الله المستعان. این دلالت میکند که اینها از یک چند جهت کافر و مشرک هستند. از جهت جهمی بودنشون که الله سبحانه و تعالی رو در بالا بودنش رو انکار میکنند و این انکارشون رو در اساس دروغ، فتنه و عقل و یک فکری باطل خود میکنند به یگان حجت.